دو دست آدم هستن. یه ده هستن که از هجرت یک بهشت خیلی خیلی خیالی ساختن. یه ده از آدم هم هستن که اصلا مثلا اسم پناهندگی که میاد فکر کنن طرف داره مملکتش رو میفروشه. با توجه به این تجربه‌ای که داری، به نظرت چه راه حلی میشه ارائه کرد که ما ایرانی‌ها بیشتر با هم متحد بشیم؟ اینطور که مشخصه شما چه تو ایران بودی، چه بعد از مهاجرتت خیلی کمک کردی این شبکه آدم‌ها رو با هم دیگه وصل کردی و چی میگن بسته به هر کسی هر توانایی که داره، هر پتانسیلی که داره، به اون کسی که احتیاجش داره اینا رو به هم متصل کردی. خودتون تو مسیر مهاجرت کسی به شما کمک کرد؟ هر جا که سایه بونه واسمون باز به یاد خونمون اسمشو خونه بذار، اسمشو خونه بذار، اسمشو خونه بذار. سلام 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 همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام. سلام سلام. سلام، به پادکست چمدان خوش آمدید. من لیلا از کانادا و مهرداد از امریکا دو تهیه کننده این برنامه هستیم. این قسمت پنجم پادکست چمدانه که در خرداد 1402 و جون 2023 ضبط میشه. در این برنامه داستان مهاجرت مهمان عزیزمون رو از کشور کانادا میشنویم. ایشون تونسته زندگی جدید رو توی کشور جدید بسازه و از تجربیات، احساسات و جزئیات زندگی مهاجرتش با ما صحبت میکنه. با ما همراه شوید. به برنامه ما خوش آمدید. لطف می‌کنید خودتون یه کوچولو معرفی کنین برامون. سلام، من میترا هستم. 52 سال سن دارم. در ایران متولد شدم، در شهر تهران. در این طول عمرم مسافرت زیاد رفته بودم، ولی هیچ وقت به هجرت فکر نکرده بودم. بسیار ایران رو دوست داشتم، بسیار از شغلم، محیط زندگیم، همه چیم لذت می بردم، تا اینکه دخترم به فکر هجرت افتاد و متاسفانه بارها ریجکت شد از کشور کانادا. خواهرم مهاجرت کرد، بعد پتانسیل اینو پیدا کردم که در این مورد بیشتر فکر کنم. تصمیم گیریم خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، به دلیل اینکه سالها مستقل زندگی کرده بودم، سالها شغل و درآمدم مال خودم بود. بعد تبدیل شدم به یک نوزادی که نه زبان بلده، نه کار بلده، نه قوانین رو بلده و وارد یک اقیانوس بیکرانی از اطلاعات در سن 52 سالگی شدم. دخترم هنوز نتونستم وارد کشور کانادا بکنم. خودم به تنهایی فعلا مهاجرت اقامتی دارم. من به دلایل که فکر کردم که بخوام وارد بازار کار بشم به سرعت و زندگیمو شروع کنم، از قانون پناهندگی استفاده کردم. من در اسفند سال 1401 خودمون، به اصطلاح 1322 میلادی، اینجا پناهنده شدم. تمام مسائلم انقدر به سرعت و انقدر به راحتی انجام شد که همه به من میگن که خب تو خیلی خوششانس بودی. بعضیا واقعا تو گروه‌های مهاجرتی باهاشون صحبت کردم، مشکلات، مسائل، همه چی داشتم، ولی من شاید رو دور تند افتادم، به سرعت نتیجه گیریام انجام شد، به سرعت به هم ویزای کارم رو دادن، ویزای اقامتیم بدون دادگاه برای من پیارم آمد. همه چی خیلی اوکی بود و من در ایران به سالها به شغل آرایشگری مشغول بودم. سابقه کار طولانی در اتحادیه سفارشگرای زنان ایران داشتم. به قول معروف فوت کردن این خانم یاسان بودن رئیس اتحادیه ما. من بازرس اتحادیه بودم سالها، با ایشون همکاری تنگاتنگی داشتم. یعنی میخوام بگم از فعال مدنی، فعال اجتماعی، خیلی از خیریه ها، خیلی کارهای خیلی خاص کردم. مثلا بکنید ما کتابخوانی برای نابیناها داشتیم، زمانی که هیچ کس به قول معروف از این فلش مموری و اینا نداشت، ما اینا رو روی کاست‌های ضبط می‌کردیم، میدادیم نابیناها استفاده کنن، به خاطر که کتاب بریل گرون بود، درآمدشون نمیشد.
خیلی کارهای اینجوری که کردم، یهو وارد یک جایی شدم که هیچ کاری نمیتونستم بکنم. دیدن کتابات، دیدن مردمی که با هم گرم صحبت میکنن، با هم اشتیاق مکالمه دارم، برای منی که انقدر فعال بودم یهو همش رو سراب. نمیگم سخت نبود، بسیار سخت بود، ولی از آجر شروع کردم به بالا اومدن. الان طی این 1 سال میتونم بگم یه 10% از خودم راضیم، ولی هنوز به پتانسیل بالا نرسیدم. سوالی که من دارم از شما اینه که چرا برای شما مهم هست که داستان مهاجرت خودتون رو برای برنامه چمدان تعریف کنید؟ خیلی دوست دارم که این به قول معروف راز یا این تجربه به اشتراک گذاشته بشه، به دلایلی که 2 دسته آدم هستن. یه عده هستن که از هجرت یک بهشت خیلی خیلی خیالی ساختن، یه عده از آدم ها هستن که اصلا مثلا اسم پناهندگی که میاد فکر کنن طرف داره مملکتش رو میفروشه، داره دولتش رو میفروشه، داره زندگی. میخوام این قشنگ جا بیفته که به چه دلیل مهاجرت میکنیم، به چه دلیل این امتیاز رو انتخاب میکنیم و به چه دلیل خاک دوم رو مثل مملکت خودمون میدونیم و مجبوریم که در اون زندگی کنیم. خب پس برامون تعریف کنین داستانشو که به چه دلیل مهاجرت کردین و به چه دلیل و چالش‌هایی که باهاش روبرو بودین. یه سریشو گفتین ولی حالا بقیه‌اش هم اگه بتونین بگین. من تو سن 15 سالگی ازدواج کردم. همسر من بسیار آدم مذهبی تندی بود. در سال 63 که کسی با داعش و طالبان آشنایی نداشت، من کاملا با این زندگی کردم و بسیار سختی کشیدم، یعنی برای تحصیلم، برای کارم، برای هر چیزی. من حتی اگه یه مطلبی رو میخواستم بخونم بعد از روی روزنامه هایی که برای سبزی پاک کردن به ما میدادن از اونها استفاده کنم. یعنی در یک همچین فضای بسته‌ای من لیسانس اقتصاد بازرگانی گرفتم. برای همین همه به من میگفتن تو میتونی، تو هر زمانی به هر چی میتونی دست پیدا کنی. ولی باور کنید وقتی که به اینجا اومدم خیلی احساس ضعف کردم. یعنی میخوام بگم من با اون قدرت، با اون پیشینه یهو دچار ضعف شدم و همش به خودم میگفتم که چرا این کار کردم، من هنوز به هیچ دست پیدا نمیکنم. تا اینکه با گروه‌های مختلف دوست شدم، از آدمای مختلف نتیجه گیری کردم. فردی بود استاد دانشگاه بود، فردی بود دکتر دامپزشک بود. اینا با کارهای پایین‌تر و خلاف رشته خودشون جوری آمیخته شده بودن که تونسته بودن که حالا زندگی نباتی رو بگذرونن. اینو دلم میخواست بهشون امید بدم که ما هممون باید بیفتیم تو مسیر. یعنی ما نیومدیم اینجا کارگر بشیم، ما اومدیم که در مسیر زندگی خودمون بریم جلو. باورتون میشه الان ما اون پتانسیل رو پیدا کردیم، یعنی بچه‌ها رو سر جاهای خودشون گذاشتیم. از آقایی که استاد دانشگاه بود من استفاده می‌کنم، میگم روزی یه مطلب بعد بر من توی فیسبوک بفرستی، من یه متنی از شما باید داشته باشم در مورد رشته‌ای که داشتی. به اون آقای دامپزشک میگم من هر چی از اطرافم کسی پیوند داشته باشه حتما میگم به این آقا مسیج بدین، ایشون اطلاعات بیشتر، که فکر نکنه که اینجا که اومده تبدیل شده به یک آدم دیگه، یک شخصیت دیگه و خورد بشه. انقدر این قضیه فضا زیبا شده، انقدر آدم ها با هم دوباره اون اعتماد به نفسشون برگشته و دوباره شکل گرفتن. باور کنید بعضی وقتا هم خوشحال میشم، همه میگن خب کاش که تو زودتر اومده بود. میگم نه، این بوده شماها فراموش کرده بودین که از این نکته برای خودتون میتونی استفاده کنید. الان که به این نتیجه رسیدم خانم خانه‌داری در اینجا که بچه‌هاش فقط نگرش می‌داشتم الان داره بر من شعر میفرسته. اینقدر این متناش قشنگه که بهش میگم که حیف تو نیست، خب اینا رو مثلا بنویس روی کاغذ، چاپش اصلا لازم نیست چاپ کنی، همین که تو توی یوتیوب یه دونه سایت داشته باشی و همه بدونن یه مادری تو سن 75 سالگی جوانیش خیام و حفظ کرده، در این سن داره شعرهای خودش رو میگه. خب خودش میدونی چقدر میتونه طرفدار داشته باشه، میتونه پیرو داشته باشه در مورد روزمرگی زندگی شما. بعد متاسفانه مثلا یه میبینی یک فردی با یه کتونی داره برای خودش
فالوور جمع میکنه یا مثلا چیز، ولی این مادر انقدر شعرهای قشنگی میگه که من خودم واقعا شیفتشم. من دخترم رو رشته هنر میخوند، رشته نقاشی فرش. متاسفانه بازار کار ایران خیلی به سرعت رو به سقوطه. تمام کارخونه ها تقریبا در همون سالهای مثلا 10 سال پیش حالت نیمه ورشکسته داشتن، ادامه نمیدادن به کار، پذیرای کار نبودن. اینا اومدن کاراشون رو روی پارچه، روی روسری، روی نمیدونم کوسن گذاشتن، فروش داشتن. بازار اینترنت با قطع و وصلی اینترنت باز دوچار بحران شد. مسئله افغانستان پیش اومد، هر روز این با گریه میومد به من میگفت ما آخر مجبوریم با مثل افغانا بشیم، از دیوار میکشن دورمون، خروج از کشور مشکل میشه. اینقدر در این مورد منو ترغیب کرد تا اینکه میگم با ریجکت شدنهای مختلف، حتی یک بار کالج کانادا ما ثبت نام کردیم، پولش واریز شد، همه چیز شد، ولی آفیسر گفت برای من دلیل قانع کننده ای نیست که ایشون برگرده به مملکتش. یه دانشگاهی توی هلند قرار برای این شد که ایشون رو برای فوق لیسانس قبول کنن، ایشون مهاجرت کنه به هلند و من بیام کانادا. بعد از طریق من ایشون بیاد کانادا و با قول معروف در اینجا بالاخره اقامت پیدا کنیم. تا روزی که از ایران میخواست خارج بشه، دلشوره اینو داشت که پدرش جلوگیری کنه از سفرش، دلشوره اینو داشت که ممانعت بشه از حضورش، برای چون متاسفانه در ایران این قانون هست که در هر حالتی، حتی الانی که ایشون اگه بخواد شاغل کار بشه در ایران باید اجازه پدر باشه، حتی اگه ایشون بخواد ازدواج کنه اجازه پدر بخواد. همه اینا باعث این ترس شده بود که در هر حالتی امکان داره ایشون از ایران خارج نشه. با خروج ایشون چالش من شروع شد که خب بالاخره آدمی بودم که تقریبا نزدیک 30 سال تو یک محل زندگی کردم، حتی مثلا خونم، زندگیم، کارم، همه چیزم، تمام دارایی من توی ایران آدمای دوست داشتنی بود که از NGOهای مختلف داشتم. با اینا ما یعنی پتانسیل همه کار رو داشتیم. خب همه اینا رو گذاشتم اومدم. من بعضی وقتا به همه میگم من یه بچه‌مو نذاشتم، من شاید 1000 تا از بچه‌هامو تو ایران جا گذاشتم که هر کدومشون که به من الان ارتباط دارن، حالا خدا رو شکر این ارتباطات اینترنتی تا وقتی برقراره، اینقدر متاسف میشم که اینا توی یه کاری عقب موندن، توی یه کاری نتونستن پیشرفت کنن. تمام تلاشمو دارم براشون هنوز میکنم، راهکار بهشون میدم، ولی مثل که دستام کوتاه شده، نمیرسه بهشون. این خیلی اذیتم میکنه. بعد از اینکه مهاجرت بالاخره اومدم اینجا و یه مقدار ثبات پیدا کردم، به دخترم گفتم که خب حالا نوبت توه، تو بیا. ایشون هم گفتش که من اینجا هم کارم خوبه، هم درآمدم خوبه، هم احساس خیلی خوبی دارم توی هلند. و من دیدم که خب الان من بخوام ایشونو با هر دلیلی بفرست بیارم اینجا، یا کار پیدا نکنه یا شرایط سرمایه کانادا اذیتش کنه، فعلا زیاد اصرار نکردم. ولی مسیر مهاجرت در اصل برای من استارتش دخترم بود. مطالبی که گفتی حاکی از این بود که در واقع توی سازمان‌های غیر دولتی فعالیت می‌کردی، یعنی این روندی بود که تو صحبتات برای ما تعریف کردی. احساس میکنم که بعد از مهاجرت هم همون روحیه را حفظ کردی و داری ادامه میدی. و چیزی از اون شخصیت خوبت کم نشده، بلکه فکر کنم بیشترم شده. سوال من این هست، یه مقدار ما نقطه ضعف داریم در اینکه ما ایرانی‌ها دور هم جمع بشیم. با توجه به این تجربه‌ای که داری، به نظر چه راه حلی میشه ارائه کرد که ما ایرانی‌ها بیشتر با هم متحد بشیم؟ یه مشکلی که کلا همه ماها داریم، یکی دشمن پنداریه. یعنی همه فکر میکنن که اگه آقای مهران امروز به من زنگ زده یه چیزی تو این قضیه هست، نمیتونه مثلا قضیه فقط یه مصاحبه باشه. پیش خودم 1001 فکر میخوام بکنم. این یکیه. دومیش اینه که متاسفانه از زمان سال 57 تو تمام خانواده‌ها
سلطنت طلب و یعنی بحث سیاسی پیش اومد. یعنی تا میایم مثلا همینجا تا میایم بهشون میگیم که بیاین یه کاری رو بکنیم، حتی یه دوره همیه تو پارک رو داشته باشین، میگن از اون طرفی ها که نیستن، جیره خور که نیستن. یعنی همش سریعا این فکر پیش میاد که من حتی اینجا یه جا سالن آرایشی میخواستم برم کار کنم، برگشتم به من گفتن نه این آرایشگاه مثلا فلانه از طرف جمهوری اسلامی ساپورت میشه، یا این نمیدونم با فلانی در ارتباط. این تفکر مسمومیه که اتحاد ماها رو کم میکنه، در صورتی که ما داریم یه کار اجتماعی رو انجام میدیم. من همیشه میگم این کار اجتماعی کاریه که نباید در نظر بگیریم که این فرد کیه چیه. اگه این واقعا میتونه این بستر رو بلند کنه، هر هستی که هست باید با من کمک کنیم بستر رو بلند کنیم. بعدن میشینیم در مورد این که تو اکبر آبادی هستی تو اصغر آبادی هستی صحبت میکنی. در وهله اول این کمک به همدیگه است. من الان میگم یه NGOی هست که حالا اسمشو نمیدونم ببرم نبرم، خلاص من مادر پدرم روزهای جمعه میبرم اونجا، اینا میشینن بینگو بازی میکنن دور هم جمعن. همیشه از اینکه حس خوبی اینا دارن، یک روز این افراد دور هم جمع میشن، با هم شوخی میکنن، با هم غذا میخورن، حالا غذای ایرانی میخورن، موسیقی ایرانی گذاشته میشه، این خانم آقایان مسلم با هم میرقصن، شوخی میکنن. اینقدر لذت میبرم که این محیط هست. بعد حتی میام مثلا به یه دوستی میگم خب بیا پدر مادرتو تو هم بیار اینجا، یه روز خوب اینا دارن، روز غیر تعطیل خودت هم خونه نیستی، اینا سرشون گرم میشه. میگه نه اینا از طریق جمهوری اسلامی التزام میکنن، من نمیدونم پولشویی داره این چه. ما اصلا اینا رو بذارین کنار، فقط در نظر بگیرید که این افراد 1 ساعت از هفتهشون که بیشتر از 1 ساعته، چون از طریق 9 صبح میرن تا 5 بعد از ظهر، احساس میکنن توی مهمونی ایرانی هستن، احساس خوبی دارن، خوشحالن. وقتی شب برمیگردم پدر مادر من برای این مدت من حساب کردم احساس خیلی شادی دارن، خیلی احساس خوبی دارن. برای هفته آینده برنامه ریزی میکنه که مثلا فلان چیزو یادم باشه ببرم، فلان لباسو مثلا به اون خانمه بدم، اون جوراب بافتنی براش یادش بدم. نمیدونم چجوری بهتون بگم که اگه میشد این اختلاف نظرهای چیزی رو برداریم، انقدر پیشنهاد، انقدر چیزای مختلف هست که اصلا شاید حد و حساب نداشته باشه. خانم مسنی میمد سالن آرایشگاه من تو ایران، تقریبا مثلا 70 سالش بود. این خانم هر وقت که میمد تو سالن ما میشست، فقط میشست که با ما صحبت کنه. بعد همیشه هم میگفتش که من بسیار تنهام، بچه‌هام همه رفتن، من موندم، این خونه بزرگ، کار زیاد. بعد همیشه شاکی این بود که من تنها و هیچ کاری نمیتونم بکنم، در صورتی که یه خانومی بود که اگر من میخواستم به شغل بدم کت خدای یک جا رو به این میدادم. مدیر بود، مدبر بود، برای خود برنامه ریزی میکرد از صبح تا شبش چیز. بعد از سال 1380 تا سال 1400 که ایشون فوت کردن، منزل ایشون رو پانسیون کردن برای یک سری خانوم هایی بودن که می اومدن حالا به هر دلیلی، یا دانشجو بود از شهرستان اومد و پدرش میگه من هزینه‌تو نمیدم، تو خودت میدونی چیکار میخوای بکنی، برای من مهم نیست. خانمایی بودن اختلافی پیدا کرده بودن، همسرشون جدا شدن، خانواده دوباره پذیراشون نبود، هر جوری اینا رو می اومدیم معرفی میکردیم به این پری خانوم شده بود مادر اینا، به اینا خونه میداد، یعنی همه اتاق گروهی، حالا مثلا خونه خیلی مجلل نه، بهشون به هر کدومشون گفت مثلا تو امروز شهرداری، تو بعد آشپزی، تو فلانی. هر دفعه ما یه گروه 13 نفره خانم خونه این داشتیم. اینا به درسشون تموم میشد، میرفتن دنبال مشاغلشون، ازدواج میکردن، بچه دار میشدن. همه این مامان پری براشون خانواده بود و یک آلبوم مشترکی اینا داشتن که عکساشون، افتخاراتشون، همه این چیزاشون رو مینوشتن. این اتصالات خیلی کوچیکیه ها، ولی میتونه یک کسی یک نیروی رو داره، یک پتانسیل رو داره یه جور هرز میره. یک کسی یه نیروی رو داره، یه پتانسیل رو داره که باید شکوفا بشه، ولی کسی نیست که اینو بهش کمک کنه، بهش باورش رو بده. ما دخترای سیستان بلوچستانی، کردستانی، دخترایی بودن که واقعا استعدادشو داشتن ولی توانایی که پدر مادر کمکشون کنه رو نداشتن و میگفتن که
حالا نمیدونم تو اطلاعات ایران هست یا نه، پانسیونایی که برای دانشگاه دولتی داده میشه، ماها اینو باید برن تو نوبت، ماها باید کار زد و بند بکنن که حالا مثلا دختر فلان وکیلم، وزیرم، فلانن که مثلا بهشون یه جایی رو بدن. ما اینو رایگان در اختیار اینو گذاشتیم، در این حال جوری شد دیگه پری خانم به ما سر نمیزد، نمی‌اومد ما رو ببینه، اینقدر سر شلوغ بود، ولی خب بهش کمک میکردیم. مثلا گفته اگه هر موقع که هر جایی که گیر کردی بگو. و اینقدر اینو از این خانم حساب میبردن که مثلا اگه شبی یه رو پیرتر میومدن میخواستن بیان، میمدن به من زنگ میزنن میترا جون بیا برای ما واسطه‌شو پری جون در رو ما باز کنه، کنترلشون میکرد، باشون دوست بود، بهشون هدایت. خیلی خوبه اگه اینا رو آدم بتونه پیدا کنه، کنار هم بذاره و ازشون استفاده کنه. اینطور که مشخصه شما چه تو ایران بودی چه بعد از مهاجرتت خیلی کمک کردی این شبکه آدم‌ها رو با هم دیگه وصل کردی و چی میگن بسته به هر کسی هر توانایی که داره، هر پتانسیلی که داره، به اون کسی که احتیاجش داره اینا رو به هم متصل کردی. خودتون تو مسیر مهاجرت کسی به شما کمک کرد؟ من خواهرزادم یکی از بچه‌های دانشگاه شریفه، یکی از المپیادهای ریاضی، اینجا هم دانشگاه مونترال خوند، فوق لیسانسش گرفت، بعد بسیار سعی، بسیار خود معروف روتین امروزی به شدت با روی من کار کرد که من باید خودم رو پای خودم وایسم. آموزش ماهیگیری رو به شکلی به من داد که زمانی که من نباشم شما باید این کارا رو مثلا انجام بدی بدون اغراق. من شخصی بودم که حتی ایمیلم نمیتونستم باش کار کنم، چون توی ایران حالا به دلایلی همه مردم یا تلگرام و یا فیسبوک و اینا هستن، ولی خب اینجا شما از بعد به ورودتون همه چیزتون میشه ایمیل، تمام زندگیتون میشه زوم، میت، گوگل میت و همه اینها کلاس‌های مختلفی رو که میخوای شرکت کنی، مباحثی رو که میخوای صحبت کنی، اینا همش چیزی بود که خیلی اون کمک کرد. خب از نظر خانوادگی وجود یک جای امنی که خونه خواهرم بود تا من بتونم شکل بگیرم، پا بگیرم، اینا امتیازاتی بود که شاید من داشته باشم. میگم من تو گروه‌های مهاجرتی افرادی رو دیدم که شاید 2 هفته تو فرودگاه خوابیدن، با پناهنده‌هایی صحبت کردن که 2 هفته توی فرودگاه زندگی کردن تا تونستن مثلا به یک جایی برسن. نه به قضیه امسال پارسال باشه، پناهنده زمان جنگ بوده این آقا، من باشون صحبت کردم و انقدر مسیر و خوب و موفق جلو اومده که الان اون برای بقیه شده هدایتگر. یعنی وقتی مثلا صحبت میشه میگه این سختی‌ها رو من گذروندم، این سختی‌های راه هست، این مشکلات هست. اینا خود اون به من خیلی امید داد که مثلا مسیرهای راه ایناست، اینجوری بعده. این باز شدن صحبت ها، این گره گشایی حرفا باعث میشه که همه فکر نکنن که این مرض مال من بوده یا این درد غربت رو فقط تنها من کشیدم. در کنار هم قرار گرفتن و صحبت کردن خیلی کمک میکنه. من اصولا میگم به افراد، میگم حتی اگه تلخه، حتی اگه فکر میکنی که گفتنش باعث میشه که مثلا من فکر کنم تو شخصیتت چرا اینقدر متزلزل بوده، اشکال نداره، بگو. این گفتار باعث میشه من بدونم تو در چه چیزی کمبود داری جبران کنم. ما یک گردهمایی بانوان تورنتو رو داریم، باورتون میشه بعضی از اینا فقط به خاطر نداشتن خانواده، دور هم نبودن، دور بودن از خانواده، این گرده همایی‌ها رو وقتی مثلا بهش یه محبت می‌کنی، یه قهوه براش گرم می‌کنی میذاری جلوش، یا مثلا از خونه یه کوی سیب زمینی مثلا در حد یه مامان پز به قول خودشون میبری، خانمای بزرگ با 34-5 سالش یهو میگه به خدا یاد مادرم افتادم، این همین نونو بر من درست میکرد یا همین شکل بر من لقمه میگیره. یا برعکسش مثلا بعضی وقتا آقایون هستن که مثلا من توی میگم جاهای مختلف باشون برخورد میکنم، میگه نه من نباید دیگه از دردم بگم. میگم چرا؟ اتفاقا بگو این هم خودت تخلیه میشی، هم من میدونم مسیر راهمون چیه که بتونم بهت کمک کنم، بگم که واقعا این چیزی که تو میگی مشکل نیست، مشکل نمیخوام کوچیکش کنم، ولی میخوام یه جوری حالیت کنم که این راه داره ضربه زدن به این مشکل. من یه سوالی که دارم اینه که با غربت چی کار میکنی؟ اذیت میکنه نمیکنه؟ خیلی سخته واقعا. دو جمله اگه بخوایم بذاریم،
خیلی سخته به دلایلی که شما حالا من خودم توی سن 54 سالگی به یک چیزایی تمایل داشتم، به یک چیزایی عادت داشتم، اینجا اصلا دسترسی بهش ندارم. خیلی خنده داره، ولی شاید من مثلا هر وقت که دلم میگرفت میرفتم تو سینما میشستم، یه فیلم ایرانی رو هم حالا حتی اگر نمیفهمیدم چی میگه، ولی اون فضا یا یه تئاتر یا یه کنسرت، نمیدونم چی بگم، یه چیزایی برام سرگرم کننده بود که اینجا هنوز بهش دست پیدا نکردم. اما یه سری امتیازهای دیگه ای رو در کنارش پیدا کردم. یعنی شاید جابجا شدن این فضایی که فکرم عوض شده باعث شد که با یه چیزای دیگه دست پیدا کنم، ولی سخته، چیز راحتی نیست. اگه بگم نه به راحتی به دست آوردم این روحیه رو، اشتباه کردم. واقعا فکر کنم این دغدغه خیلی از کسایی باشه که مثلا شاید از تو سن میان سالی یا بالاتر مهاجرت میکنن. خب شما خودتون چجوری این آگاهی رو پیدا کردین یا این تونستی این نیازها رو رفع کنی؟ ببین، اول من نشستم یک روز با خودم فکر کردم که من چه چیزایی رو، چه پتانسیلایی رو دارم و از این پتانسیلام به چه شکلی میتونم استفاده کنم. خب یه فن آرایشگری رو بلد بودم، به هر جهت شروع کارم رو شروع کردم با آرایشگری. یه مقدار آشپزی بلد بودم، گفتم خب از اینم استفاده میکنم. اینا تو پتانسیلام بود. توی چیزایی که تو فکرم بود دیدم که به چند تا شعبه کاری باید برسم، مثلا کار بانکی رو باید بلد باشم، کار یه اجاره کردن مسکن رو بلد باشم، کار بیمارستان رفتن و دکتر رفتن رو باید بلد باشم. اینا رو خیلی چیز جالبیه که همه رو سرچ میکردم تو گوگل. آقا مثلا من تو کشور کانادا دل درد گرفتم، به کدوم دکتر باید مراجعه کنم؟ من امروز میخوام برم بانک، مثلا چه چیزایی رو باید با خودم ببرم؟ این اینترنت خیلی بهم کمک کرد تو این که بتونم یه سری آمادگی ها رو پیدا کنم. و یه چیزی که خیلی مهمه، من همیشه به حتی به بچه‌های خودم یا بچه‌های دیگرانم میگم، آقا بپرسید، بذارید بخندم بهتون، ولی بپرسید، بگید من این توانایی رو ندارم، میخوام سوار اتوبوس بشم، گم شدم، چه جوری پیاده شم. خجالت نکشین از راننده اتوبوسه که مثلا به شما بگه که خب مثلا تو کجا بودی، گیج بودی، هر چی که میخواد بگه، ولی این سوال، این تجربه باعث میشه که من دفعه بعد پخته تر سوار اتوبوس بشم، پخته تر وارد بانک بشم. چه پیامی را میتونید به عنوان حرف آخر به کسانی که برنامه ما را نگاه میکنن تو یک دقیقه براشون بگید؟ در زمان جوانی من، وقتی که اینترنت اومد، همه فکر میکردن که یک شعاره دهکده جهانی، هر ملیتی در کنار همدیگه زندگی کنه، با هم صحبت کنه، به هم کار بده. من امروز بعد از 2 سال مهاجرت به این نتیجه رسیدم که این شعار نیست. واقعا شما میتونید در هر جای دنیا رو، وطن، خاک، زندگی کنید، بهش برسید، به ایدئاتون برسید، به ایدئالاتون برسید، بدون اینکه در نظر بگیرید مرزی وجود داره برای این کار. این چیزیه که من از این دوران مهاجرت به دست آوردم که هر جای دنیا به دست آوردن ایدئالات کار سختی نیست، فقط تلاش میخواد. پیترا خانم، بابت حضور گرمتان در این برنامه کمال تشکر را دارم. حضور شما باعث شد تا این برنامه به یک تجربه بی‌نظیر تبدیل شود و همچنین از تمامی علاقمندان دعوت میکنم تا در برنامه‌های آینده ما شرکت کنند و تجربه‌ها و داستان‌های خود را با ما به اشتراک بگذارند. این کانال یک راه ارتباطی مستقیم و فرصتی برای برقراری ارتباط نزدیکتر با جامعه مهاجران در سراسر دنیا است. با عضویت در کانال چمدان شما به محتوا و اطلاعات مفیدی دسترسی خواهید داشت و قادر خواهید بود با سایر اعضا در ارتباط باشید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در کامنت ها به اشتراک بگذارید تا تجربه بهتری برای همه ایجاد شود. علاوه بر این، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جهت اطلاعات بیشتر به کپشن مراجعه کنید. شاد باشید و بدرود. ممنون که آمدین، خیلی از تجربهتون استفاده کردیم. روز خوبی داشته ممنون باشید. از شما. مرسی. خداحافظ. خدا نگهدار.